بزرگترین دروغی که در کودکی به من گفته شد این بود: اگر با دیگران مهربان باشی، آنان نیز با تو مهربان خواهند بود. اما مهربانی تضمینی برای دریافت مهربانی نیست. جهان بر مدار عدالت نمی چرخد، بر محور منفعت و امتیاز می گردد. آدم‌ها زمانی لبخند می زنند که به تو نیاز دارند و هنگامی که نیازشان برطرف شود، ناپدید می شوند. نیکی تو را تنها آنگاه باز می تابانند که در خدمت منافعشان باشد. آموختم که مهربانی افراطی چیزی شبیه خونریزی در برابر گرگ هاست. هرچه بیشتر ببخشی، بیشتر می ایستانند، تا آنجا که جز سکوتت چیزی باقی نماند. تو را انسان خوبی می نامند، در حالی که جانت را آرام آرام تهی می کنند. فضیلت بی قدرت چیزی جز ضعف نیست. اگر مهربانیت مرز نداشته باشد، نجیب نیستی، طعمه ای. جهان به ترحم احترام نمیگذارد، به قدرت احترام میگذارد. در برابر اعتماد به نفس زانو میزند، نه در برابر دلسوزی. پس مهربان باش، اما ساده دل نه. به دیگران یاری برسان،